دوستان عزیز، امیدوارم که خوب باشید. باذن از برنامه‌های دیگه خوش اومدید به کانال من و سابسکرایب کنید و بریم ببینیم که در استانبول کجاها رو بهتون نشون میدم. اوکی. با من باشید. تیز برو. خب مجزه و ما پشت صحنه هستیم. منتها در حالی که میخوایم این زیبایی های این محله را به شما نشان بدیم که ببینین یکی از کافی هایی که بسیار کافه هایی که بسیار زیاد زیباست و از این دست کافه ها میشه صدها تایش را در این منطقه یافت و این درخت خوشگل هم میتونین ببینین که تو هم باید بری اونجا که برای سال نو میلادی نه تو که بگوان دوباره بعد ممنون. بعد ویوی ما درست نشد. بعد اینجا یکی از جایی است که یعنی یک خیابانی هست که بیشترین کافه ها رو داره، بار هر چیزی که اصلا دوست داشته باشی و بازارهای اینطوری هم که حالا کسایی که دوست داشته باشن میتونن بیان هم خرید کنن هم و اینا میفهمی دکانا چیزن. اینا دست دوم برندای اصلی دنیا را میفروشن. دست دوم هستن اینا. یعنی اینا چیز نیستن، چجوری میگم؟ فیک نیستن، دست دومن که مثلا بعضی ها دارن. آره بعضی ها که میگن حالا مود تبدیل شده نمیفهمم دوست ندارن یک چیز چند دفعه بپوشن. امو است. بله. و این محله هم باید بگوییم که نزدیک گالاتا پورت و در عین حال بیاغلو کرکای است که شما میتونین اینجا بیاین و از این فضای قشنگ لذت ببرین همراه با دوستانتان. واقعا جای برعکس ولی کوچه‌های دیگه خیلی ساکت و خوبه. قبول داری؟ آره هم در عین حالی که آدمای زیادی هستن در عین حال بسیار یک فضایی است که مثلا آدم احساس آرامش میکنه. شما دیگه لطفا در تصویر تشریف ببرین که دوستان و چی میگن هواداران شما. برای مثلا فیلمبرداری عکاسی قبول داری؟ آره کاملا. الان اینجا رو ببین و متوجه هستی وقتی که زمستان میشه و شما از وقتی زمستان میشه و از کنار یک کافه میگذری که بخاری داره چقدر things happen here. اگر شما بخواین به این کافه ها بیاین چیزای خوبی اتفاق میفته. دست دوهایی هست که از برندهای اصلی معروفن منتها اینجا چیز فروخته میشن. استفاده شده هستن دیگه. فکر کنم چای واقعی چه رنگی دارن. خیال کردی چای ترکی؟ او طرف رو اینجا کلیسا داره؟ کلیسای ترک ارتدوکس است. نرگس های یعنی قد که اینجا کافه و رستوران هستی که مشتری هم دارن آفورس کلش اکثریتش داره. حالا مثلا اول شام هم هست. آره دیگه حاله نه الان ظهر است اما مثلا طرفای شب هم بسیار بیشتر میاد. حالا مردم سر کار هستن بیشتر نه؟ و همین حالی هم اکثری امروز روز انواع برگر.
درس خونده بودم که وقتی یک مغازه یه چیزی را میزنه در جای بذاره که اون مغازه دیگه نیست. بعد در ترکیه اومد می اصلا یک چیز متفاوت برای من ایجاد شد. چرا؟ در یک کوچه کلان کافه است، در یک کوچه کلان رستوران و در یک کوچه که مثلا یک چیز است که همه یک رنگن، مثلا مشروبات الکلی است یا چیزه. ولی مثلا ما میشه میگفتن که مثلا نانوایی میذاری جای بذار که نانوایی نباشه، ولی اینجا اینطوری نیست. ولی هر کدوم مشتری خودش داره. دقیقاً. آره. بازم من اینجا یه نماد و یه مجسمه میبینیم و فکر کنم شهرها باشه. اسم شهرهای ترکیه. از اول ترکیه استانبول شروع میشه فکر کنم. اونجا نوشته. ولی اسمش درست آدم نمی‌دونم. آره مثلا میتونی مثلا هر کسی برای خودش یک اسمی را میتونه پیدا کنه. یکی مثلا میشه دید استانبول، نمیدونم مارمارس. اونجا ببین استانبول. آره. ترکیه استانبول. ولی جالب است ها. اونجا ببین ویوی چیزا، ببین ویوی ساختمونا. اون یکی را میبینی؟ آره. درخت کریسمس. و بیاین این طرف اینجا کشتی تفریحی هم قشنگ نزدیک به این فروشگاه است. اسم این فروشگاه چیه؟ البته فروشگاه نه، میشه گفت که مثلا اسم این محل گالاتا پورت است. آره. که هر چیزی وسطش هست، رستوران، فروشگاه، موزیم دیگه، هر چی که دوست داشته باشی. اینم خوبیه. آره اینم کروزی است که اومده اینجا لنگر انداخته و مهمان خودش را میزبانی میکنه در این محل زیبا. اینجا ببین چی ویوی داره. شما میتوانید در ویدیو تشریفتان را ببرید. یا لطفا این کار نکن. لطفا میتونم برم اروپا؟ این امکان وجود نداره، سخت است. به این هوای سرد سخت است. یا و این خیابان چقدر آرامی. بالاخره در تکسیم یک کوچه آرامی به صدا ما کردیم. بدون آدم هیچ کسی نیست. فقط تا خشکل هست من نگیدم.
مثل ما فرشته. همین کجا داریم میریم؟ من میدونم ولی بیننده ها شاید ندونن. سپرایز میکنیم. نگم نه سپرایز. آگاه همه بسیار آدم خسته میشه. Let's see. 1 2 تو رو سپرایزی. 1 2 3 نزدیک بود بغلتم. این اتفاقا او از روزش بود، حالا شبش هست. اونجا روز بود و حال شب است. یک بار ما به شما روز ویو را نشان دادیم، یک دفعه ویو شب میخوایم نشان ولی روز فکر کنم چون در دوربین بود و پاک شدن. I'm not sure but let's see. البته احساس میگم گالاتا در حال کار است، خواهن بازسازیش کنن، ولی در هر صورت گالاتاست دیگه ها، طرفدارای خودش داره. البته ما یک بار شب هم روزش هم نشان دادیم، منتها مطمئن نیستیم که آیا امشب میریم اگر فیلم نبود فردا روزش نشان میده. اگر نبود تمی شب هم قبول کنن میشه. سلام و درود دوباره. صبحم پرسیده بودم اما چی احساس داری؟ و این بار فکرم تنهای دیگه، البته تنهایی با من هستی اما در هر صورتش همسر نازنین نیست. بله حس نه بد دارم نه خوب دارم، جای خالی شوهر من احساس بکنم. ولی با تام که احساس خوبه، خوش میگذره از تنهایی. پیس. بعد خیلی خوب دارم چون اینجا خب قبلا هم گفتم انواع و اقسام با هر نژاد و هر رنگ آدم میبینید و خیلی خوبه، خیلی خوبه. کاملا بخصوص طرفای شب که بسیار آدم ها میاین با خانواده، بسیار لذت بخش است.